اینجا که خونه نیست ریک. من این لوگو رو میشناسم. پشمام جری، اینجا استودیوی ممنتوه. چی؟ ممنتو جری، همون کانالی که دوبله های نابی میزنه. ریک میگم احیانا این اون جعبه‌ای نیست که ما دنبالش بودیم. آره جری. آخر ویدیو میفهمین که چرا ما الان انیمیشنیم. فکر میکنم که خودش باشه. ما پیداش کردیم. به نظرت چی میتونه توش باشه؟ خب یا بازش کنیم خودمون بفهمیم. این جعبه رو قراره بدیم به شما. بچه‌ها اولش که می‌خواستیم این جعبه رو درست بکنیم خودمون فکر نمی‌کردیم انقدر خفن بشه، ولی شد. این دورش سنگینه، همه چیزش هم یا ریکن مورتیه یا ممنتوه. این برای فصل اوله، چون فصل اول رو تموم کردیم قراره یه همچین چیزی بهتون بدیم. ولی توش چی میتونه باشه؟ جنسش رو اول بهتون نشون بدم. چوب خالص خفنه. توشو باز می‌کنی. ممنتو. توشو نبینه کسی. چرا؟ نه زوده. چیکار بکنی؟ فقط اینو نشون بده اینجوری. Thank you. از ممنتو میاد. بقیه‌اش هم دیگه رو خریدی متوجه بشی. روش هم مخمل. بیا مردم ببینن چیه توش. ببینید جنس روش مخمل خفنه. گوگولیه. این از این مخمله. باید توش نشون بده. توش هم مخمله. گفتیم برو ناموس جنس هر چی میتونی رو بذار داخلش. اول از همه 1 تومن قیمت این هودی است. هودی ریکن مورتی خفن. جیباش ببین تو اون هودی درست هودیه که جیباش به هم دیگه وصل بشه. دقیقاً میتونی دستاتو اینجوری کنی. علاوه بر هودی یه تیشرت هم داره که البته اگه این افتاد بهتون سایزتون نبود بگین عوضش کنیم براتون، ولی سایزش دیگه تقریبا سعی کردیم مینیمالی که همه میپوشن باشه که خیلی جالبه. اولین تیشرتی که ممنتو زد و شما میگیری. اولین مرچه. اولین تیشرتیه که به فروش رفته. بعدن اینها رو اینهایی که اینجا هست و بعدن بهتون میگم. شاید معلوم نیست، واقعا معلوم نیست بتونیم بگیم. 2 تا ماگ خفن. ماگا خیلی 2 تا ماگ خفن. خیلی ببینید طرحشو نشونتون بدم. ببین چقدر خفنه، چقدر با کیفیت. و این یکی ببین انقدر جعبه خفنه، من واقعا دلم نمیاد. برای 2-3 نفر جایزه توشه. من دلم نمیاد اینقدر راحت بدیم بره. تابلوها رو دونه دونه نشون میدیم. تابلو فکر نکنیم فقط تابلو، هرچی به جلوتر خفن‌تر میشه. تابلوی ریکن مورتی دارک سیاه. اگه مثلا اتاقتون دیوارش سفیده اینو بزنین خیلی شیک میشه. خیلی شیک میشه. خیلی چرا اینو داریم میگیم؟ بچه‌ها شاید من بیشتر باز حالا تا اینجا که توضیح دادیم. شاید براتون سوال شه این جعبه دقیقاً قراره به کی برسه. آفرین. بذار یه دونه دیگه در بیاریم بعد بهتون میگم. ریکن مورتی دیگه. ریکو جری. بله ریکو جری. این جعبه قراره به کسایی که از موقع پخش این ویدیو تا 10 روز آینده میان و از تلگرام ما، ربات تلگرام ما ریکن مورتی رو میخرن، هر قسمتی هر جایی دلشون خواست این بهشون میفته. ولی یه شرط دیگه هم داره. ریکن مورتی با دوبله ممنتو از الان پیج اختصاصی خودشو داره. اون پیجش هم باید فالو کنین که قرعه کشی این تو اون لایف پخش میشه. یعنی وقتی که شما خریدین اونجا میفهمین که اینو برنده شدین یا نه. برای خرید ریکن مورتی ممنتو و شرکت کردن تو قرعه کشی بزرگش فقط کافیه توی ربات تلگرام ممنتو پیام بدین و از هر قسمتی که دلتون میخواد از ریکن مورتی ما خرید کنید و رسید پرداختتون رو بفرستین. قیمتش 25 تومنه. ولی موقعی که رسید و فرستادین و تایید شد توی این قسمت که مربوط به شرکت کردن تو قرعه کشی شماره تلفنتون رو بنویسین و اونجا شما یه شانس برای برنده شدن واسه خودتون ساختین. حواستون باشه حتما شماره‌تون رو دقیق وارد کنید، چون ممکنه برنده بشین ولی اگه شماره‌تون اشتباه باشه ما بهتون زنگ میزنیم، بعد شماره‌تون اشتباه به یکی دیگه زنگ زدین برنده نمیشین. شماره‌تون رو خیلی با دقت وارد کنید. راستی کسایی که همه قسمت‌ها رو با هم میخرن به جای یه شانس 3 تا شانس برنده میشن. بریم بعد قراره قرعه کشی خفن بکنیم و واقعا اون کسی که اینو میبره خیلی خرج. این جعبه 8-9 میلیون هزینه شده. میبینین چیا؟ یکی دیگه یه تابلوی دیگه اصلا تابلو چیزی برو خفنا رو بیار. آقا من اول اینا رو بذار اینا پیکسلن دوستان. پیکسل اصلا یه دونه دوتا، اینجا به پیکسل به تعداد کافی به مقدار زیاد. همه پیکسل اولین پیکسل اختصاصی ممنتو هم کسی که میاد برنده میشه. این جعبه اولین های اولین تیشرت اولین پیکسل ولی مثبت همه چی هم ریکن مورتی. همه چی ریکن، یعنی کالکتور ریکن مورتی رو شما کیف میکنین اگه اینو بگید. ببین چقدر خوب رو میز میمونه. جنسش کفش هم این شکلیه، میبینین اینجوری داره. بچه‌ها تا اینجا رو دیدید. اصل کار من میگم 8 یه جعبه دیگه توی این جعبه. این جعبه یه جعبه دیگه. من این جعبه رو بذارم پایین. کامل چی توشه؟ حدس بزنین. وایسا حدس بزنین توش چیه و تو کامنت ها بگین حدس بزنین توش چیه. ما ساب میکنیم.
خیلی خوب ببینیم حدساتون درست بود یا نه. وای ندیم. نه اینو ندیم. نه وایسا اینو ندیم. نه حیفه. این خیلی خفن. اینو من واقعا دوست داشتم خودم بذارم تو اتاق. از اینی که الان در میاد فقط یه دونه تو ایران وجود داره، خودمون دادیم با پرینتر سه‌بعدی ساختن. لو دادم چیه؟ وای فیگور ریک. من فقط جزئیاتش رو بهتون نشون بدم. ببینید ریک اولش که وای میسته خودش بدون هیچ نیازی وای میسته، ولی پایه داره. پایه‌ش هم بیار میره این رو وای میسته، اما دستش رو میبینید زیر پاش موهاش دیتیل داره. بعد این واقعا خفن ترین اکشن این فیگوریه بهترین چیزی. این واقعا ساخته شده. خدایی اکشن فیگورایی که از ریک تو بازار هست یا فانکو پاپه که من به شخص فانکو پاپ رو نمیپسندم. آره. یا بتونیه که اونقدر به نظرم جذاب نیست. پلاستیک خفنه. رزینه نمیدونم چیزی بود. ولی این به نظرم خفن ترین اکشن فیگوریه که در حال کوچکترین جزئیاتش هم رعایت شده. مثلا این پشت لباسش دونه دونه داره ریک، اینجا این رعایت شده. واقعا با کیفیته. بچه‌ها ما در حال حاضر تبلیغ فروش اینها رو نمی‌کنیم ما. اینها همش یعنی این جعبه لعنتی گنده که خلق سنگین من هر بار میارمش قرار بهتون برسه. قرار به اون کسی برسه که خیلی خوش شانسه حقیقتا. یه دور دیگه مرور کنیم چیا توش بود. اکشن فیگور ریک، موس پد، 2 تا ماگ با طرح ریک هم مورتی قطعا، 3 تا تابلو که دارین می‌بینین و هودی و تیشرت و کلی پیکسل. چه جوری میتونن شرکت کنن؟ فقط کافیه 25000 تومان بدی یه قسمت. ما از پارسال تا حالا اینو تغییرش ندادیم. 25 تومن مونده. کم احساس می‌کنم داریم اشتباه اینا رو هزینه می‌کنیم. فقط 25 تومن. نباید مثلا بکنیمش 50000 تومان. اون موقع با 25 تومن میشد 2 تا چیپس خرید. الان فقط یه چیپس. آخه ببین دلار بره بالا یه هفته دیگه همون یه چیپس هم نمیشه خرید. حالا کاری نداریم که 18 میلیون دلار هر قسمتش در میاد. اینا رو اصلا من نمیگم. هر قسمت ریک مورتی برای ما 18 میلیون هزینه‌اش میشه. ما به ما ربطی ولی انقدر شما حمایتتون خفنه، انقدر دارین زیاد می‌خرین که واقعا جا داره که ما اینجوری ازتون تشکر بکنیم. این برای فصل اول بود. قطعاً آخر فصل دویم این سری پخشه، یه سری دیگه هم پخشه، فصل 2 تمام میشه، دوباره همچین جعبه قراره بدیم. فقط یادتون نره چه جوری شرکت کنین. میرید 25000 تومان میدید، یه قسمت ریک مورتی می‌خرید تا یه 10 روز آینده. فقط هم تا 10 روز آینده، 11 روز نمیشه. بعدش دیگه 10 روزی این ویدیو رو دیدی، در جا برو تلگرام 25 تومن یه دونه بلیت گرفتن اینه. پیج ریک مورتی رو هم پاک. آره، آیدیش میادیم اینجا. اینه پیج ریک مورتی. و این اصلا به این معنا نیستش که شما بلیت به دست آوردن این هم ممکنه این جعبه هم داشته باشی. ولی چیا دریافت میکنید؟ 3 قسمت خفن ریک مورتی که 2 تاش موزیکاله این قسمت. بله. بعد دوبله اضافه تر هم داره، دوبله هدیه و وایس اختصاصی ما که فقط بچه‌هایی که میخرن اینو میگیرن و ممکنه از اینا هم ببرید. نظرته برای فصل بعدی از هر کدوم اینا جدا بدیم؟ قطعاً خیلی خفن میشه. اینجوری خیلی گرون میشه اونجوری. و نکته بعدی نه اون هم بدیم جدا هم بدیم. خب خفنه ما ممنتویی اب نداره، ولی به خدایی اینو ندیم. نه این ببین نگاه کن روش نوشته ممنتو استودیو. اولین اونی که اینو برندشه اولین نفر ما نداریم، ما خودمون نداریم. اولین نفر تو ایران نوشته ممنتو استودیو. بچه‌ها واسه ساختن این جعبه ما با تیم گامالوپ همکاری کردیم که اتفاقا انیمیشن ریک مورتی اول همین ویدیو رو هم ساختن. جدیداً هم توی کانالشون واسهتون کمیک زنده ددپول با دوبله فوق‌العاده فارسی رو گذاشتن. میتونید از اند اسکرین همین ویدیو کلیک کنید و برید حمایتشون کنید. دمتون گرم. منتظر استقبال همیشگیتون از ریک مورتی هستیم. فعلا بریم پشت صحنه. اینو من برای برادر خودم بردم، راضی بوده. تو که تک فرزندی. چقدر ماشاءالله. نه من بلدم بزنم تو بلدی برقصی. مگه همینجوری نمیرقصم؟ تا حالا نرقصیدم. ولی ببین خدایی فرض کن اینو میخری بعد یه همچین جعبه‌ای میاد که روش نوشته thank you. از این جعبه‌ام یه دونه هست. دقیقاً یه دونه هست. یه نکته دیگه هم بگیم. این اولین و آخرین جعبه‌ایه که چوبیه. جعبه‌های دیگه این جعبه برای ما نزدیک 1 تومن در اومد این فقط. خیلی حملش هم سخته. پست گرون میگیره اینو برای پست کردنش. خیلی گرون میگیره. مثلا 400000 تومان میگیره اینو پست کنه. میشه یه دونه از این پیکسل‌ها رو برداریم یارو که نمیدونه چند تا توشه. نه نمیشه. یه دونه رو برداریم اینجوری. آقا نمیشه. وصل کنیم به خودمون. نمیشه دیگه، زشته. حاجی چقدر شیکن. بر ندار. چقدر خفنن. برشون ندار. داداشی که اینو برنده شدی من اینو تنم کردم در آوردم. حداقل جریشو بزن. نه من این ریک ویریک دعوا شد، همسایه‌مون دعوا شد. آدم میکشه. اینا فقط صرفا دارن شوخی میکنن. چقدر جدی و محکم با هم شوخی میکنن. تئوری توطئه داری احساس میکنم.
دک سیاه. جری زیر پا علف چپس شد ماده دیگه. ببخشید زیپ شلوارم گیر کرده بود. نقشه رو یادته؟ کدوم نقشه؟ ای توف تو اون صورت جری 10 دقیقه پیش بهت گفتم. آها بریم تو کارش. اما مختصاتشو پیدا کنم. تو میتونی برونی؟ معلومه ناسلامتی من پایه 1 دارم. خیلی خوب باشه، فقط یادت باشه تا جبر رو گرفتیم فوراً باید فلنگو ببندیم. باشه با تمام سرعت در میره. تو از اون گاز بردار احمق. نزدیک بودا. ثبت جعفر فرمون تخمیه نگه دار دیگه. حاجی پشما. هی ریک من کارم تمومه. میتونم انگشت اسرائیل رو تو باسلم حس کنم. برو بیرون اسکن. اون فنر صندلیه که زده بود. اینجا باید نجم فکر کنم توی ایران سقوط کرد. خدایا چرا ایران؟ ولی سب کن. آها خدا رو شکر. تفنگ پرتنیم سالمه، میتونیم برگردیم. هی این چرا رنگش قرمزه؟ حالا چی بگم جری؟ تا حالا خودم هم اینطوری ندیده بودمش. احتمالاً به خاطر اینه که تو ایرانیم. اینجا همه چی برعکسه دیگه. یالا بیا بریم.